السلام علیکم. کیها رو میبینم و علیکم السلام. رحیم جان بیا کو. بابا عبدالله جان خوب هستین؟ تنج هستین؟ الحمدلله. سلامتی ها خوب؟ شما چخیلین خوبین تنجین؟ این بچه این کدام شمالو؟ شمالای وطن عزیز و خی کم کم برادرای غریب خبر بگیریم. بیا در سومکت جان بیا. ای بچه این سومکه همه نانی و چگی اوزقی او چگی همه چیزی وطن در نام شما جان خوش اومدی عبدالرحیم جان خوش اومدی پیش از همه. خیلی گوشه از وطن آباد کرده. خوش اومدی. اینا قدم های شما را در این دکان مبارک گردونه. الله اکبر. سلامت باشه که عبدالله جان. کو اوچا جان چی روی که؟ اینا بیا که. کلچه اوچگی را بگه که. اینا کیو نگه وطن هم که اوچا جان کلچه میبینه نگه بهترین. کلچه با چی ای؟ با چی؟ سوای برادر عزیزم کاری جان. سوای بهترین. گرم بی. ایش سوای گرمه. ای الحمدلله وطن عزیز. بله. بهترین. با چی آوردی؟ با اینا پیسته و دونگی از وطن خودمون بهترین. چوی طرف مون چوی میشه کو. ان شاء الله با چی اجرا؟ انا از همه خوب و بهترش ارزقای اوچگی. ارزق چرا انا این بچه این ارزق اینا نشون ته اینا. کم خیلی ارزقای نه اومدنش تا چشم میکنه اینا مادر جان. سلامت باشه که عبدالله جان. بسم الله الرحمن الرحیم. این برادرم رو هم تماشا کردی سما؟ بله. السلام علیکم برادرها چه خیلی نه در زبان تونجارم. بسیار پرسیدن که رحیم تو در کجایی؟ اگر شما رحیم میکوبید از انم دکان زیارت شاپ میوبید دوستان عزیز. پیوسته شب روز ما حضور داریم در مترو براتسلافسکی 6 جای دیگری ما خیمکی و جای دیگری ما باشه مترو لوبلینو. برادر جان عزیز بین از کلچه اوزق نانی اوچگی بخوریم لذت بریم بوی از وطن شما نیز در دماغتون بکشین برادر جان عزیز. انا یه چیز دیگه گفتم اون که بسیاری کسا میپرسیدن که رحیم جان کجاشی چرا اشمون رفت هر کجایی باشه این همی کارخانه یکی از همین کارخانه های رحیم جانه. این نه اینکه برادر هم دادر هم برادر هم همکار هم تمام هموطن هم تمام چیزی برادر جان در همین گوشه گپا که رحیم جان خطیمو یک جوهر. سلامت باشین برادر جان عزیز. هر کسی که دودرتون قدر میکنن یک لایک کامنتر دریغ ندارین. ما از اینجا مقصد اومدن ما مسکو به کدام خاطر چه تماشا و اینه به خاطر یک لقمه نان حلال به فرزندان پدر مادر بردن. چه خیلی که شما در استرویکا کورگسین در همینجا ما هم شب روز زحمت تلاش میکشیم که یک پولی خوب بیایم تا که پول برای ما نصیب کنه. به همین خاطر برادر جان عزیز شنیدن که بود میگم مانند دیدن شما بیاین پیش صحبت های خوب و جالب گوش میکنین یک پیاله چای ما را میخرین این همین نمره را زنگ بزنین ان شاء الله هیجامه گیمرید هر یک چیزی که هست برادر جان ما برای شما توصیه میتیم ان شاء الله در توصیه‌مون جواب میگیم. به همین خاطر هر چیزی که یگون کمبودی باشه در زیر کامنتر بنویسین. بنده و کارخانه به کمبودی نمیشه و با خواست خدای مهربان در یک جایگه گوشه از وطن نیست در انای مسکو میسازیم که تا که برادرای تاجیک ما بیا و لذت بره هیچ گوخشونه در وطن بیگانه حس نکنه. همین خلاص کنم وقت هیجان نمیتونم گپ زدن نمیتونم میخوام یا آغوش دیگه کنم در جانم در نام جانم الله برکت کنه. انا شما ببینم طریق آغوش دوستانه را فراموش نکنید. خداوند یارو مددگارتون. سلامت باشین. خوشم اومدید رحیم جان. سلامت باشین برادرم.